امروز با آنباکس و بررسی یه میکروفون USB خفن از برند پرطرفدار آدیو تکنیکا با شماییم. سلام، آریان و اینجا صدا استوره و محصولی که امروز براتون انتخاب کردیم میکروفون ATR 2500X. بریم نگاهی به مشخصات روی جعبه و حالا کلیات جعبه بندازیم و بریم برای آنباکس. عکس محصول رو به صورت کلی می‌بینیم. سه‌پایه‌اش، کابلش، خود میکروفون، برند آدیو تکنیکا، مدلش، درباره کابلش و حالا اینکه چه استفاده‌هایی ازش میشه کرد. به زبون‌های مختلف درباره میکروفون توضیح داده، درباره کابل USB انواعی که هست و بازم یه عکس دیگه از خود محصول. بریم برای آنباکس. این واسه این قطعه در واقع واسه اینه که بخواید به سه‌پایه دیگه ای وصلش کنید یا روی ماونت بمونه، از این طریق استفاده میشه. این سه‌پایه خودشه که دیگه بدون هیچ توضیحی وصلش کردم، چیز خاصی نداره و ارتباط ما از طریق USB-C به USB-C خواهد بود. یه کابل USB-A به USB-C هم داره. خب بریم برای تست صدا. تا الان صدای من رو از مونو AU 100 میشنید و 1 2 3. از الان صدای من رو از آدیو تکنیکا مدل 2500X نوع USB میشنوید که حس میکنم با این حفاظی که خودش دور دیافراگمش داره یه خورده هم اون حالت مثلا پاپ فیلتری رو داشته باشه و پیها و اون حالت صداهای هوا رو بگیره. ولی حالا اون جمله تستمون هم میگم که ببین چطوری. پیپ کیه؟ پیپ پاپا بزرگه. شما توی تست و ویدئوی نهایی میبینید ولی من نمیتونم حداقل الان. و یه نکته دیگه‌ای که حالا میکروفون داره، مثل اکثر میکروفون‌های میدرنج و حرفه‌ای که آنباکس کردیم و صحبت کردیم درباره‌شون، یه خروجی صدا دارن که حالا شما میتونید هدفون یا اسپیکر مانیتورینگتون رو بس کنید و به صورت لایو صدایی که دارید رکورد میکنید رو بشنوید و این دوتا سویچ کم و زیادی هم که وجود داره برای کم و زیاد کردن صدای خروجی اسپیکر یا هدفونتونه. دیگه چیز خاصی نمیمونه درباره این که بهتون گفتم. برای اینه که بخواید به پایه دیگه‌ای وصلش کنید که حالا از این پایه بلندتر باشه یا متفاوت باشه یا هر چیزی که مد نظر شماست، و این هم کابل USB-A به USB-C. بریم برای جمع‌بندی. خب یکی از نکات مثبتی که این میکروفون داره اینه که یه کانورتور مبدل آنالوگ به دیجیتال 24 بیت داره و سامپل ریتینگش هم تا 192 کیلوهرتز خروجی که به شما تحویل میده و فرکانس پاسخگوییش هم 30 تا 15 کیلوهرتز. کاردیوید و خود میکروفون هم به صورت کاندنسر. دیگه چیزی برای گفتن نمیمونه و به نظر خودم توی این رنج قیمت واقعا صدایی که حالا گوش کردیم برای با بچه پشت صحنه خیلی با کیفیت و خوبه و خیلی خوشم اومد و حال کردم باهاش. امیدوارم که این ویدیو به در شما بخوره و حالا توی تستایی که میتونید تو شوروم انجام بدید همین نظر من رو داشته باشید.
فراموش نکنید که میتونید با مراجعه به شوروم صدا استور همه میکروفونا وسایلی که اونجا هست رو تست کنید و بهترین انتخاب رو به نظر خودتون داشته باشید. از خودتون مراقبت کنید. فعلا